خب مو اینالی یک دانه کلم نیاز داره، کلم بنفش، تخت چویی با یک دانه کارت. اینالی ایره از وسط نصفش مونیم. بهش زور میرسه یا نه؟ خب این قسمت را تا این قسمت را جدا مونی، سفتی هایش رو جدا نی. بعد بریش میزنیم، بریش های کوچیک کوچیک. سلام دوستای عزیزیم، بیننده های خوبیم. امیدواریم در هر کجای از دنیا هستین و این ویلاگ های از ما سعی مونین و ما حمایت مونین. جان جور داشته باشین، تن سالم، دل خوش، یک زندگی آرام. در امروز نه ویلاگیم خوشم دین. امروز یک برنامه متفاوت قراره. به سفارش علی آقا بخششون بیگرم یک فیلم جدید را دیگه. این امروز که هسته ما قراره یک ترشی مدرسی جور کنم. البته اول ویدیویم قراره که فقط ترشی باشه، بعدش بریم خانه آبی عرفان از ایرم که علی آقا رفتیم گروز در چی؟ رفتیم یک روز در بازار همون تر سودا میخرید یاردیم کلم در چی میش خورده، کلم بنفش. از او بعد گفته زمانی که من انزادار بودی امی سوری های اینستاگرام را چک میکرد. بعد من گفت تو یک دفعه چیز جور دادی، همزی ترشی کلم بنفش جور دادی، خیلی خوبش معلوم شد. پسم بلده خانه جور کو که چیز رقم هسته. این ترشی که هسته ترشی مجلسی ها دوستای عزیز. اگر دوست داشتین میلتون کشید دیگه، بخش سرسفره عالیه، بخش میمون. ما نیاز داریم در یک دانه کلمی بنفش دیگه. ما 2 شیشه گرفتم، ببینیم یاردور پر مونه یا که بیشتر یا کمتر میشه دیگه. اینا ما در سفارش علی آقای می ترشیر جانم گفتم قنجقشون در اشتراک بلوم که اگر دوست داشتین جور کنین. خب ما این کلم را جلد بالایش ما گرفتیم کندم، چون خورده نرمه چندان باشه ترشی خوبش نمیه. بالایش را کندم نشسته، قیله قیله نم همین پوریش های ریز ریز میزنم، قدر ریزم نشنه درشتم نشنه. بعد وقتی که بوریش زدم موشیم، بعد از شستو هم روی نمگیر پنم که آش گرفتش نه دیگه. در ادامه شما قد از ما باشین، توضیح بدیم هم شاید شما سرشم درک نشنه، اوش کنین بهتره. خوش شما قد از ما باشین تا ما ایر قیله کنم دیگه. ما این روز قراره که بریم خانه آبی عرفان از یا دیگه. آبی عرفان هم بندرده. البته ما دیگه چند روز کامل همینتر قبلا که بود ویلاگای نمیشه قد ابسنونیم هسته نه ابسنونیم خواه شوهرهای امی دختر خسرونیم نه، ولی دیگه چند روز شله با هم دیگه از خاطر آبی میراج. قنجرشون در ویلاگ قبلی گفتم که آبی میراجوش کردیم که وسایل اختاش جمع میکرد. آبی میراج بنده خدا رئیس طرفی افغانستان دیگه. بخش همیشه شاید بخش سفر یک دفعه باید چکر دیگه میخواه بره. ویدیو رو ما یکم جلوتر آوردم که شما گوش کنین که ما چه رقم قیلانم. خواه یعنی اگر قدر درازم که دوست نداشتین میتونین این بریش های کوچیک کوچیک بزنین. یعنی رقم از بغل شی از او طرف زیاد بریش هایش کچکتن میره.
خب این الان ما مشیم دستش را قیله کردم. این مشی میره که بذارم روی نمگیر آوش گرفته شده. خب ما قدر دستم دوستای عزیز بشت که دوربین دقت کنم. ما ششتم دوستای عزیز اینجام یک دانه صافی تمیز را وردم. اینا لنی رقمی بلشی پن منم که آوش گرفتش نه. خب اینی رو ما چند دقیقه اشتم. اینا آوازی یکم گرفتش ده. این اینجا یک دستکش پلاستیکی یک بار مصرف آوردم، کاسه آوردم، لیمون تازه آوردم، دیگه نمک هم بیرون. ششم توضیح بدیم که چیز کار ما. خب ایره الان از بله نمگیر بال نی منی کاسه شونی بلشی یک قاشق غذاخوری. البته اگر میس از مال کلمی کامل استفاده منین. ایره داخل کاسه خالی منی رویشی به اندازه نصف لیوان چایخوری یا لیوان قهوه آب لیمو اضافه نی و یک قاشق نمک، یک قاشق غذاخوری. بعد وقتی که اضافه کردی خوب ورد میدی دیگه میتر بالشونی که خورده نرم شنه. ما این دستکش دیست که یکم لیمو تونده بجیز شما سیب نمک سایت حساسیت دارم استفاده. ما لایه نمک رو میریزیم. یک مرحله ما ریختم امی کلم را دیگه بلیش کم نمک پاش دادم. اینا بقیه کلم رو میریزیم. اینه هم از بقیه نمک. دوستان عزیز اگر دوست داشتین میتونین درش یک دانه فلفل سبز اضافه کنین، فلفل تند. اگر دوست نداشتین اصلا نیازی نیه. و این هم میل خودگونشون باشه از یک سردی از سرکه گرفتش نه بهش یا سیر فلفل سیاه اینها اضافه کن هم خوشمزه میشه، همین که سردیش خورده گرفته میشه. سرکه خودش خنوگه از خاطر میگم که سردیش گرفته شد. ما نام توشیر میرم خود مادر میفت میشه و اینی از آلمانی از این مقص کافیه دیگه. اینی رو هم ورد میده که خودش نرمشه. اینجا ما اینی قصیر پست کردم دیگه میل خودگونشون. البته داخل از شیشه ها میندازم. اینا لازمچه بشتیر ما دیستم پرکتی به اندازه که تا سر پوشیدهش نه سرکه بلشه. از آب لیمویشم بله هر دو شیشه اضافه نه. این از این یه خورده دوربینم جلوه بخشش باشه. من پایه دوربین رو نوردم دیگه. الان وقت زیه که بیارند از کنون اگر برون بیرون تون میشه. انجام رایی خب سعی کن دوستای عزیزی هم میتونین ازی بیرین یا میتونین از سرکه فلهی فقط سرکه سفید باشه. یار اضافه نم داشتید باید روی کلمه پوشیدش نه از سرکه. دوستای عزیزه نه ما ایر جور کردم. اینا رو مبروم ده یک جای سایه میلوم یک گوشه از حیات. اگان 2-3 روز
الا یک هفته بمونه بعد ترشی جور میشه دیگه. باز در برنامه های بعدی ولاگ بعدی نشانشون میدیم که چیز رقم شده. شما همچنان ولاگ از ما را که خوش ماده که حتما دنبال کن، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم جور کنین و از طعم خوبش لذت ببرین. یادتون نره دوستای عزیز که ما این ولاگای کوتاه خورا البته در فعالیتیم در اینستاگرام هم است به نام فریها ولاگز یا فریها ولاگ. اون مور که وارد کنین پیج خود ما دیگه اونجا میتونین ما رو دنبال کنین. از نتیجه یک ترشی خوشمزه ببینید که رنگش به خاطر لیمو و نمک همچنان بنفش و قشنگ منده. امیدوارم جور کنین و لذت ببرین. خب مو هم ده خانه آت عرفان از یا دیگه دبرو بودم. سلام ده همگی شم. شکر آبجی جان تو خوبی بخیری سلامتی تو نوشی جان تو ما دیرم ما دو مثل میشه. آقای جان خوبی جان تو جوره بخیری سلامتی شکر. دیر آقای رفتم دبرو سودا ده کار بود. ساجده و میسم هم داد خانه دیگه خانه میموم هم داد کی آبی مصطفی اره او هم داد بنده خدا دیگه رفتم دبرو گفتم قبض پرداخت کنم نشد پس آمدم. اره آقای جان سلام خوبی بخیری سلامتی شکر. گفتم ما میمو بودن و کاربار شکر الحمدلله خدا را شکر. آقای جان زاسو چطوره ازنیم آجای خدا را شکر الحمدلله. آقای تو هم ده به سلامتی شکر. تو خوبی آقای جان جان تو جوره بخیری خدا را شکر. دیگه مو از باری آبه میراج آقای هر روز جمع موشی که تانا نیلی یک روز دیگه دیگه گودبای پارتیه دیگه یا میشی. چرا آقای من یک روز دیگه قد از موی یک روز دیگه نه آقای یک روز دیگه بخیر بره انشالله جانش جور باشه. بریم آشپزخانه چی بساتی آماده یه کشکاو. خسته نباشی خانمی آشپز. دست دل رئیس کشکاو. قدر خوبش قیلنی به خدا کنده. ما اون دفعه سوزی گفتم قیله کنم نه بخی دیستم رو تو در کلجیک داد کی از مو ممتر سوان که میزنی او تو تیز مونه نه داداشی افانی چی داری؟ خود جایشون خالی مو امروز را کشکاو داره. ماکرانی هم هسته؟ خب دیگه سالات چی کاملا چنده اونجا نه دوغ محلی تروشه چه خوب خوش رنگ هم ده آبجی از آتی عرفان هم ده؟ سلام دوستان خوشم دیدم امروز نه ولاگ زنده دوستان نه ولاگ زنده از این قراره که امروز جمع شده دیگه آترین هم رایش تا بخیره مو از خاطر آترین مامانیش که گوشن دیگه جمع موشی نه؟ بخیر باری مو دیق موشی؟ ما خود من دیق موشی خب بخیر بارین انشالله که زودتر بایی پس کی
آبجی جان دست درد نکنه. مرسی. ولا یاردیش میخون مقصد کشکال بکنم. کشکال مخلی چی؟ مهناز کشکال بره؟ مهناز کشکال بره؟ واقعی دست درد نکنه به خدا. بعد زمین شاگردای من چند روز دیگه چیکار کنم شاگردای یکی بود نه امار چی هست بس شاگرد از ما یا شاگردای تمدید کو خیلی هماهنگینا و خدا دیروز خودگارش شلش زد که بیا باری چالیش دوباره نه از او بعد ما وقتی میرخم پشت سرم دیگه مزهش میفته. آترین فیلم برداریم بود اینال ششته آتر خیلی پایه حیف برم جایشون خالی. آبی جاناز رضا خوردن؟ اوه دست در نکنه بگی دنیا دموکراسی دنیا داخل رسیدن های خدا نادیر اسمش این برنامه بعد از نان آقای بود تو کشنه سلام آبجی خوبی؟ پیدا شد نیه آبجی من دیشب اومدم نمیدی در مغازه